سلام، یه سورپرایز خیلی خفن دارم برای شما متخصصین و فعالان در حوزه بیوتی. خیلی از شما عزیزان دغدغه معرفی کسب و کارتون رو دارید. به راحتی میتونید با ثبت آگهی در سوپر اپلیکیشن نوینک بازدید کنندگان زیادی رو به دست بیارید. بریم با آموزش ثبت آگهی در دسته‌بندی آرایشی و زیبایی یه آگهی اصولی و پربازدید رو ثبت کنید. خب از طریق سایت یا اپلیکیشن وارد نوینک بشید و گزینه ثبت آگهی رو بزنید. نوینک رو انتخاب بکنید، وارد خدمات تخصصی دسته آرایشی و زیبایی بشید. اینجا میتونید انواع تخصصایی که وجود داره توی دسته آرایشی زیبایی رو ببینید و هر گزینه که میخواید انتخاب بکنید. ما وارد سالن زیبایی میشیم. عنوان آگهی به شدت مهمه، چون وقتی که آگهی شما سئو میشه توی نتایج گوگل نمایش داده میشه. توضیحات آگهیتون رو سعی کنید کامل بنویسید، حداقل بالای 150 کلمه باشه. استان و شهر محل سالنتون رو به صورت دقیق انتخاب بکنید. خدمات اصلی سالنتون رو میتونید اینجا تیکش رو بزنید و دونه دونه انتخاب بکنید. سایر خدمات اصلی هم که اگر دارید میتونید اینجا بنویسید. شعار سالنتون رو میتونید بنویسید که باعث اعتماد بیشتری بشه. آدرس کامل سالنتون، سابقه فعالیتتون که اینجا میتونید انتخاب بکنید. شماره تماس ثابت، ایمیل سالن، وبسایت سالن، اینستاگرام، تلگرام، لینک شبکه‌های اجتماعی اگه دارید اینجا میتونید کپی پیست کنید. امکانات رزرو سالن اگر دارید دارد، اگر ندارد که ندارد انتخاب بکنید. روزهای کاری سالنتون میتونید اینجا تیکش رو بزنید و در انتها ساعت کار سالنتون رو اینجا بنویسید. در این قسمت لوکیشن دقیق سالنتون رو انتخاب بکنید که مراجعین بتونن از طریق مسیرهای مختلف به سمت شما بیان. تصاویر آگهی هم شما میتونید چند تا عکس از نمونه کاراتون و سالنتون رو آپلود کنید و گزینه مرحله بعد رو بزنید. در این قسمت اطلاعات رو به صورت کامل مجدد بررسی کنید. اگر اوکی بود تایید انتشار رو بزنید و هزینه ثبت آگهی رو پرداخت کنید. تیم نوینک پس از بررسی آگهی شما رو انتشار میده. امیدوارم این آموزش مفید واقع بوده باشه. مرسی که با ما همراه بودید.